سفر یک روزه ما ساعت 9 شروع شد. با اینکه یکی از گرمترین روزهای سال بود اما پر انرژی به سمت گلوگاه رفتیم. وارد جاده توسکا چشمه شدیم. توی مسیر زیباش فکر می‌کردیم چقدر خوب که داریم میریم زنای زحمتکشی رو می‌بینیم که سالها دارن کار گیلیج انجام میدن. گیلیجی که ثبت ملی شده و ثبت یونسکو شده. رسیدیم به روستای متکاسی. کسی رو نمیشناختیم. شروع کردیم به پرسیدن تا یه نفر رو گیر آوردیم که اطلاعات جالبی به ما داد در مورد گیلیج. دویدیم به سمتش. خانم فوت کرد، خانم ندارم الان. فوت کرده. دختر من هست، وقتی بری خونه دختر من هست. چند سال گیلیج میبافتن؟ چند سال تا خونه ما پدر خونه بود همین کارو کرد. خونه ما آمد شد هزار تا همین این آقای کریمی 200 تا سنادتی داشت. انا خونه خود 100 تا از این شخصی دارم. بین ورثه من تقسیم کنم. دختر پسر. عزیزم. مادرتون هم گیلیج میبافتن؟ مادر من بود، در مادر من 5 سال عمد خود رفت. خدا بیام. من 8 ماه رفت. قدیم الایام اینجا گلیج میبافتن. قدیم دریان الان همه پیرزن شدن و جوونا این کارو نمیکنن. حیف که جوونا ما از این نخود 10 تا باقالی امان گوی توپ 10 تا از این توپ داریم. از این وافا هم دارم، همه چی دارم. انا وافندگی بچه دخترا قبول نمیکنن. سخت دست مدد نکنه جو قرمونی. ممنون.